حرف زد کشتنش، حرف زد قتلش کردن، حرف زد دارش کشیدن. چرا؟ صد سال آخر این مردم کشتن، 100 سال کشتن. ما را مثلا چندین سال انا همون روسیه تزاری، یعنی روسیسکا ایمپریا که اون وقت نیکلای بود و فلان بود، کشتن. بعدی بلشویکا آمدن، با این همه کشتار دوام یافت. شما تصور کنید، شما یک گیرید این ورقا را نگاه کنید، تاریخ نگاه کنید که چقدر این ملت کشتن. با خدا قسم اون قدری که این ملت کشتن دیگه ملت نکشتن. شما نگاه کنید انقلاب اکتبر آمد و چی بلای به سر ما آوردن. استاد محمد شکوری بخارای گیرید کتابش خوانید، میگه جویبارای خون در بخارا جاری بود، جویبارای خون در بخارا جاری بود. وقتی آمدن این سملاتای چی بلشویکا بخارا را بمب باران کردن. این ملت 100 سال آخر میکشن. سال 92 چیکار کردن؟ همه را از دمی تیغ گذراندن. نترسن. این مردم حق داره بترسد. چرا که حرف زد کشتنش، حرف زد قتلش کردن، حرف زد دارش کشیدن. چرا نترسن؟ مردم ما میگن که بترس از کسی که نمیترسد از خدا. اینا از خدا نمیترسن. هزاران زندانی ها نگاه کنید، جوان 18 ساله لایک مانده است، 25 سال زندان گرفته است. چرا نترسن؟ مردک نگاه کنید خراسانه، 6 نفر آمدن گفتن داد و فریاد که هی ما خانه نداریم، گرفتن زندانشون کردن. کی از شما برآمد صحبت کرد؟ کی از شما پشتیبانی همون بیچاره را کرد؟ هیچ کس. بنابر همین این مردم زیر شعاری تو را مار گزید به من چی زندگی دارد، یا که روسا میگن که ما یک خط از کرایه، ما انا همین شعار خط زندگی داریم. تو را مار گزید به من چی؟ یک گروه منقرد از حکومت تاجیکستان میرون میبیارن مردم زندان میکشن، قتل میکنن. دیگرها همه تماشابین خیال میکنن که این روز به سر اونا نمیبیاد، به سر هر یک کس میبیاد. متاسفانه